این هفته گزارشی داریم از اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر که اسمش خیلی پرطمطراقه ولی مراسمش دیگه در یک کلام یک سوتی بازار کامله. در همون ابتدای برنامه در حالی که به اصطلاح سینماگران برتر نظام و مقامات حکومتی مثل وزیر و مدیر و میهمانان خارجی نشستن، مجری برنامه میاد روی سن و انگار داره برنامه کودک اجرا میکنه. بسر حالتون چطوره؟ یه جواب درست بدین. حالتون چطوره؟ آبرومون حفظ کنین. حالتون چطوره؟ بعد هم مثل این که خودش میدونه قراره چه سوتی پارتی اجرا کنه، از همون اول توجیه میکنه و میگه ما این برنامه رو اصلا تمرین نکردیم، ریتممون نیفته و از این 70 دقیقه 2 دقیقه رو تمرین کردیم و خب بقیه‌اش هم گفتی بر همین اساس همین 2 دقیقه میریم، ولی خب یه عالمه موضوعات مختلف و متنوع وجود داره. رفتن از اون ور دنیا کارگردان آوردن توی برنامه ولی 1 ساعت هم تمرین نکردن. از همینجا سنگ بنای سوتی بازار گذاشته میشه و چنین سوتی هایی روی آنتن زنده خلق میشه. مثلا اینجا صحنه معرفی دبیر کل جشنواره. خواهش میکنم که تشویق بکنید دبیر جشنواره‌مون رو. الان بگم بیاد رضا، این دیگه رفتم بیرون این 2 دقیقه ها دیگه باید بپرسم. آقای حمید مقدم الان دعوت بکنم از رضا. رضا هم تمرین نکرد، چیزم تمرین نکرده. خب دعوت میکنم، خواهش میکنم تشویق بکن. حالا با همین دنده میرن جلو تا میرسن به نقطه اوج برنامه، یعنی معرفی میهمان اصلی که الیور استون، یک کارگردان آمریکایی از هالیووده. دعوت میکنم از ایشون، خواهش میکنم تشویقشون کنین. مستر الیور استون. مجری برنامه اینقدر ذوق میکنه که همونجا جلوی جمعیت شروع میکنه به سلفی گرفتن. همتون حسودیتون میشه نه؟ بعد حالا الیور استون رو آوردن که مثلا برنده جایزه صلحشون رو اعلام کنه، ولی هماهنگی فقط در همین حد بوده که پایین سن بهش گفتن میری بالا اسم برنده رو میگی. I'm proud to announce the Life Achievement International Peace Prize to Mr. Ricky Pan. این دوست ما مدت‌های مدید در یک محیط بسیار دشوار مشغول ساخت فیلم بوده و من با افتخار این جایزه صلح رو تقدیم می‌کنم به آقای ریکی پان. بعد از اینکه برنده رو اعلام کرده، طرف اومده روی سن، تازه پاکت رو میدن دست الیور استون که اسم رو از روی پاکت بخونه. حال ببینید که اسم کی از توی پاکت در میاد. Okay, good. And also to Hannah Slack, Peace Prize. Hannah Slack, that's not you. And for the film The Miner. این وسط مترجم میاد درستش کنه، میزنه همه چی رو قاطی میکنه. البته آقای اسلاک میخواد جایزه رو به نیابت دریافت بکنه برای فیلم معدنچی. It's a very organized. Where's Hannah? کجا هستن آلشون؟ بعد اینقدر صحنه بیریخت میشه که الیور استون و برنده جایزه رو با یه عالمه پاکت میذارن وسط سن، میرن مدیر برنامه رو بیارن که معلوم کنه قضیه چیه. This is for you, this is for Ricky. این جایزه مال شماست دیگه. And this is for the Lifetime Achievement Peace Prize. So what do I do now? همه اینا رو باید با هم بدیم. Hannah, Hannah. Where's my prize for Hannah? Are you German? Where's the Hannah prize? I feel like Warren Beatty up here. بعد که مدیر جشنواره میاد و یک بار دیگه همه پاکت ها رو باز میکنن، معلوم میشه که هانا اسلک یک خانم کارگردانه و نه یک آقا و قرار بوده که اول دیپلم افتخاری رو بدن بهش، بعد جایزه صلح اعلام بشه که این فاجعه رخ داده. And also to repeat یک بار دیگه تکرار to میکنم. The Miner directed by Hannah Slack for conveying برای فیلم معدنچی به کارگردانی آنا the اسلاک. message of peace. این هم یک پیام صلح برای. حالا مقصر کی بوده؟
باز همون توجیه اول برنامه. خب نه صبر کنید من عذرخواهی میکنم از این که پاکت ها درست بودن، ولی من خطا کردم به خاطر اینکه باید اول دیپلم افتخار داده میشد برای فیلم معدنچی و بعد از آقای ریتیپان دعوت میشد که میمدن بالا و ایشون جایزهشون رو از دست آقای الیور استون میگرفتن. این خطای من بود که اینجا کارم رو درست انجام ندادم. مال این بود که تمرین نداشتیم. چی؟ چقدر بده؟ در یکی دیگه از نقاط اوج این برنامه وقتی باز یک کارگردان خارجی و مترجمش روی سن اومدن که جایزه بگیرن و دارن صحبت میکنن، یکی از داورای روی سن نقش گشت ارشاد رو بازی میکنه و این صحنه تاریخی رو خلق میکنه. International Film Festival and to all the audience in Tehran. Thank you so much. و در پایان Thank you so much. Thank you God. و در پایان در ادامه برنامه مجری که قشنگ پیداست اعصابش خورد شده جا به جا با همون لحن مهد کودکی عصبانیت خودش رو بیرون میریزه. توضیح بدم. خب تمرکز داشته باشید. تفریح کردین خندیدین دیگه، بسه دیگه. جدی باشین، میخوایم جایزه بدیم. بعد دیگه تا دلتون بخواد از این صحنه ها که پاکت اشتباه میدن دست داور خارجی یا برنده میاد روی سن ولی جایزه دستش نیست خلق میشه. مثلا اینجا پاکت با متن فارسی رو دادن به داور خارجی بخونه. خب بفرمایید. Who is supposed to give the diploma of honor? لوح رو قراره چه دوستی تقدیم بکنه؟ So I'm going to start. Good evening. This is in Farsi. So next time I'm going to read in Farsi. We're going to start with the best short film. گفتن که البته متنی که در اختیار من قرار گرفته به زبان فارسی هست. دفعه بعدی که بیام اینجا ان شاء الله سعی می‌کنم فارسی رو تقویت کنم و جایزه بهترین فیلم کوتاه رو اعلام کردن. بعد این برنده رو اعلام میکنن، هیچ کس نمیاد روی سن، میرن سراغ جایزه بعدی. خب اینو نمیدین لوحشو؟ بفرمایید. The special mention for the short film goes to Mr. Deer. لوح تقدیر رو الان خوندن، فکر کنم جایزه ها اشتباه شده بود در دست دوستان. لوح تقدیر رو خواستن تقدیم بکنن و البته گفت okay, so who is the winner sir once again? Sir? Mr. Deer is the winner of this award. آقای گوزن. آقای گوزن. این بار برنده اومده روی سن ولی جایزش نیومده. سلام. جایزه رو دوستان نمیخوان. لوحو بدین. بعد برای اینکه برنده ضایع نشه مجری میره باز باش سلفی بگیره که دلش نشکنه. لوحشون رو بهشون نمیدین؟ لوح نیست. بیا بوس بده. بیا. یعنی صحنه طوریه که این همه شخصیت و داور روی سن اومدن دارن اون بالا دنبال لوح و جایزه میگردن. I must say, آقای امینی از این ور. I must say, excuse me, I must say that this film. در ادامه دیگه صحنه شبیه حراجی میشه. جایزه خوب، جنس خوب داریم، بدو بیا بردار ببر. هی اسم اعلام میکنن تا یکی مشتریشه بیاد جایزه بگیره. بالاخره وقتمون رسید که جایزه بهترین فیلم رو تقدیم بکنیم. خانم اسکایفایا نام فیلم هست فیث، ایمان. از روسیه. Okay, so it's going with meat and with carpet. نیستن. بعد اصلا اینکه کی بره جلو کی نره هم اصلا هیچ چی معلوم نیست. همه هماهنگی همون بالا روی سن انجام میشه. Okay, so what was the next award? جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین دستاورد هنر. For the best artistic achievement. آی کلاری فکر کنم خود شما
for the film Song of Granite, produced in the country Ireland, Canada. جایزه ویژه بهترین دستاورد هنری تقدیم میشه به آقای لوچف برای فیلم گرانایت. بله، بازم کسی برای جایزه گرفتن با این نام توی سالن نیست. بریم بعد. Sir, are you here? Dear spectators, I was very excited to see my... تازه معلوم میشه یکی از برنده اصلا توی ایران نیست، توی روسیه است. از اونجا پیام تصویری فرستاده، ولی جایزش رو داده بودن به داور که همونجا تقدیم کنه. خلاصه اینکه برنامه اختتامیه این جشنواره به اصطلاح هنری با این همه آبروریزی تنها حسنی که داشت این بود که یک بار دیگه نمایی سمبولیک از وضعیت اداره مملکت رو ارائه کرد. تا یه روز دیگه در خدمتتون باشیم با یک جشنواره و اختتامیه درست درمونتر و تمرین کرده تر.